Chin lo lo Pade Kristani Uiwa Wela Orana Udan Serben Mabani Tona Kaidasu Masi Derhama Khwa Qazaw Atai Wari ومن ورهما Uiwa Wela Yabau Chu Ki Chupala Jish Bokhoyu Bokhan Bokhoyu Bokhan La 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 برای من چشیدن طعم قیمه و بوییدن عطر قرمه سبزی هر بار اتصالی است آنی به آشپزخانه مامان جون. جایی که در هر قفسه و گنجه طعم و بویی پنهان است. جایی که بیشترین زمان عمرش را در آن گذرانده. چشم بسته همه جایش را می شناسد. از گوشه چشم نگاه هم می کند و وقتی می بیند از مدرسه برگشتم و گرسنه‌ام شعبده بازیش آغاز می شود. گوشت و پیاز و ادویه، سبزی تازه و معطر، ماست و در نهایت کتلت‌های داغ با حباب‌های ریز روغن سرخ شده که هنوز رویشان می‌ترکد، با رایحه‌ای که هیچ رقیبی برایش پیدا نمی‌شود، از ماهیتابه در پیش دستی مقابلم قرار می‌گیرند و کنارشان برش‌های نانسنگکی که آقا جون صبح زود خریده. دم غروب است و در آن آشپزخانه خوشبخت‌ترین بچه دنیا لقمه‌های کتلت را فرو می‌دهد و نمی‌داند که سالها بعد هر بار، هر جا وقتی این بو و طعم را بچشد دوباره به اینجا برمیگردد و باز همینقدر احساس خوشبختی خواهد کرد. یک غذای ایرانی وقتی بر اساس طرز تهیه جادویی و سنتی خودش پخته شود، همه ما را به دوست داشتنی ترین چیزها متصل می کند. در ادامه بخشی از مطلبی رو میشنوید با عنوان Every Food، همه چیز درباره خوردن، نوشته مریم حسن نژاد، منتشر شده در ماهنامه طنز 3 نقطه شماره 14 روی قطعه ساخته فریدون شهبازیان. اگر متعصب باشید که اغلب هستید، فکر می‌کنید اول و آخر غذاهای خوشمزه یعنی غذاهای ایرانی. اگر اینجوری فکر کنید عیبی ندارد، به ما چه اصلا. ولی در عوض از امتحان کردن غذاهای خوشمزه جاهای دیگر اجتناب می‌کنید و از بسیاری لذت‌ها محروم می‌شوید. خب بشوید. انسان متعصب اغلب حتی غذاهای فرهنگ خودی را با دستپخت مامان خود می‌سنجد. یعنی نه تنها هیچ غذایی را به اندازه غذای ایرانی غذا نمی‌داند، بلکه هیچ غذایی را هم قابل مقایسه با غذای مامانش نمی‌داند. و هر جا اسم غذایی میآید میگوید فلان غذا رو فقط مامان من بلده خوب درست کنه. راستش دوروبر خود من هم از این جور آدم‌ها زیاد یافت می‌شود و از غذا دستپخت مامان‌هایشان را هم امتحان کردم. فقط بگویم که تعصب هم مثل عشق واقعاً انسان را کر و کور می‌کند. یکی از آیین‌های چهارباغگردی وقتی با کسی هستی این است که بپرسی چیزی می‌خوری؟ و این چیزی می‌خوری ادامه پیدا می‌کند در تمام چهارباغ، از بستنی و فالوده، آش، ساندویچ، همبرگر، مرغ سوخاری، دل و جگر، آب میوه، ذرت مکزیکی، تخمه، اسپرسو، چای و کیک، نان شیرمال، باقالا و گوشفیل و دوغ، کباب کوبیده و نوشابه. لابلای آنها حرف میزنید. بستگی دارد کی کنارتان باشد تا معلوم شود کجا میستید. کنار موبایل فروشی ها، شال فروشی ها، لباس فروشی ها،
یا میروید سینما. ولی بالاخره یک جایی درنگ میکنید و میایستید و میگویید چی میخوری؟ من این چی میخوری رو تا حالا شاید بیش از 100 بار شنیدم. صبح، ظهر، عصر، شب، نیمه شب چی میخوری رو شنیدم و بسته به ساعت چی میخوری میشود نیمرو، میشود چای و بستنی و ساندویچ. این شکل عبوری از چهارباغ در شبانه روز است. وقتی چهارباغ هنوز چهارباغ دوران جوانی و میانسالی من است. هنوز تاکسی ها آبی اند. هنوز مغازه های چهارباغ بوی قبل‌ترها را میدهند. دهه 60. ساندویچ فروشی های چهارباغ ساندویچ کوکو سبزی، سیب زمینی، مغز، اولویه، تخم مرغ، کتلت، سوسیس و کالباس مارتادلا دارند. روی میز نمک پاش و فلفلدان است. سوراخ نمک پاش یکی در میان گرفته است. فلفل هم قرمز است، نه سیاه. سس گوجه فرنگی هم خرسی است که پر از سس و رب است. همبرگر هم هست. چون سپندم بر سر آتش نشون بنشیندنی، چون سرشکم در کنار منشین نشان سوز نهان. توی خانه صاحب کار بخار پلو از آشپزخانه بیرون میزد و توی حیاط میپیچید. عطر خوب پلو راه میکشید و میآمد دوروبر حسن میگشت و پره های دماغش را قلقلک میداد. حسن نشسته بود و داشت خشت نیمه میکرد. بو میکشید. آب دهانش را که قورت میداد، زبان، لثه ها و گلویش میسوخت. تاولها هنوز نخوابیده بودند. بوی پلو دهانش را آب انداخته بود. بلند شد. چند تا نیمه برداشت تا نزدیک آشپزخانه رفت. صدای خنده استاد و کارگری که بغل دستش ایستاده بود آمد. حسن فهمید که به او میخندند. زن از پنجره آشپزخانه حیاط را نگاه کرد. حسن برگشت. نیمه ها را گذاشت جلوی استاد. آمد نشست. خشتی را برداشت و زد روی خشت عمودی. خشت نصف شد. آب دهانش را قورت داد. زبان و سقف دهان و گلویش سوخت. عطر پلو حیاط را برداشته بود. زن داشت پلو آبکش می‌کرد. بخار پلو از پنجره بیرون می‌زد. حسن یاد بهار روستا، برگ‌های تازه درآمده، گل‌های به و چغاله‌های زردآلو و بادام افتاد. از شاخه درخت انگور گوشه حیاط یواشکی چند تا برگ نازک و تازه روییده کند. فوتشان کرد. گذاشت توی دهانش. جوید و قورت داد. برگ ترش مزه و خنک بود. خمیره برگ تازه دهان، زبان، لثه ها و گلویش را خنک کرد. چند تا برگ خورد. آب دهانش وانشست. بوی دلمه آمد. مزه دلمه های مادرش آمد پای دندانهاش. برگ های ریز و نازک را کند و خورد. حالا عطر پلو او را جلوی آشپزخانه نمی کشاند. گرسنه نبود. شکمش قار و قور نمی کرد. لبخند زد. تند و تند خشت‌ها را نیمه می کرد و می برد پیش دست استاد.
به در آشپزخانه هم نگاه نمی‌کرد. بخشی از داستانی بود به نام بوی پلو، نوشته هوشنگ مرادی کرمانی از مجموعه داستان تنور. و حالا صدای پری زنگنه رو میشنوید. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از ماجرای اولین رویارویی ادوارد براون، ایرانشناس انگلیسی با سفره ایرانی، انتخاب شده از سفرنامه 1 سال در میان ایرانیان، روی قطعاتی ساخته فریدون شهبازیان. براون که به زبانها و فرهنگ شرقی بسیار علاقه‌مند بود، در سال 1888 و در سن 26 سالگی به ایران سفر کرد. دعوت پاشاخان تقریباً حالت فرمان داشت. پس با وجود خستگی زیاد، با راهنمایی صاحبخانه‌مان که از بستگان او بود، به محضر پاشاخان هدایت شدیم. قبل از ورود به اتاق، بنابر تذکر فراشان که در کنار در ایستاده بودند، چکمه‌هایمان را از پا درآوردیم. سپس تعارفمان کردند تا در محلی روبروی سرحددار که در گوشه از اتاق روی چند بالش لمیده بود بنشینیم. در یک طرف او وزیرش جای گرفته بود و در طرف دیگرش یک منشی عبوس و بدقیافه با سیبیل‌های پرپشت نشسته بود و توصیه نامه ما را که برای پاشاخان خوانده بود هنوز در دست داشت. سرحددار مدت کوتاهی به فارسی با من گفتگو کرد و خصوصاً درباره روابط مابین انگلیس و روسیه پرس‌وجو می‌کرد. به زودی متوجه شدیم که او علاقه به گفتگوی بیشتر نشان نمی‌دهد و به نظر بی‌حوصله و نگران می‌آید. بنابراین کم کم آماده رفتن می‌شدیم که چندین خدمتکار با سینی‌های پلو و شربت وارد شدند و ما با اینکه شام خورده بودیم مجبور شدیم برای حفظ نزاکت و ادب سر سفره بنشینیم. شربت بسیار عالی بود و همچنین پلو که از تکه‌های گوشت بره در لابلای برنج درست شده بود. ما مجبور شدیم با دست غذا بخوریم. این کار که من هیچگاه موفق به یاد گرفتن آن نشدم بسیار مشکلتر و پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. برنج را به کمک 4 انگشت به شکل گلوله درآورده و سپس با یک فشار رو به بالای شست آن را وارد دهان می‌کنند. تکه‌های برنج را که در لابلای انگشتان باقی می‌ماند با یک حرکت دورانی شست جمع‌آوری می‌کنند و به شکل گلوله کوچکی در می‌آورند که قبل از آماده شدن لقمه بعدی خورده می‌شود.
چابکی و مهارت ایرانیان در این کار که البته تمیزتر و عملی‌تر از آن است که به نظر می‌آید قابل ستایش است. برای خارجیان غذا خوردن با دست همانقدر مشکل است که شکل نشستن ایرانیان روی دو زانو و اینکه ما در اولین بار با وجود مضحک بودن حرکتمان با خنده و تمسخر میزبانان مواجه نشدیم فقط به دلیل ادب آنها بود و نه چیز دیگر. موسیقی دیگری ساخته عماد بنکدار رو خواهید شنید. از فیلم مهمان مامان به کارگردانی داریوش مهرجویی. فیلمنامه این فیلم اقتباسی است از داستان بلندی به همین نام نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده شهیر اهل کرمان. چند سطری از کتاب و چند دقیقه از فیلم مهمان مامان رو خواهید شنید. آش خیلی عجیب و به خصوص است. شما کل دنیا را بگردی آش پیدا نمی کنی و این یک قلم فقط در غذای ایرانی پیدا می شود. حتی حلیم ملیم هم در اقصا نقاط جهان یافت می شود، ولی آش نه. هر کسی از ایران رفته اغلب در کف آش است. ما خودمان 2-3 تا سفر کوچک برون مرزی رفتیم، برای آش له له می زدیم ولی هیچ جایگزینی پیدا نمی کردیم. این را هم باید مثل بنفشه ها با خود ببریم هر جا که خواستیم. چون فقط ما بوده ایم که توانستیم با حبوبات و سبزی و پیازداغ و نعناداغ و کشک همچین چیزهای خفنی درست کنیم. در رده آشها طبیعتاً آش رشته‌آن بالا قرار می‌گیرد. بعد آش دوغ، بعد انواع آش‌های جو، بعد آش اوماج که توش گلوله‌های خمیری دارد، بعد آش انار و آش گوجه، 1 کیلومتر پایین‌تر چیزهایی مثل شل قلمکار و اینها.
قطعه یاد رو میشنوید اثر حسام اینانلو، همایون نصیری و ترگل خلیقی و پس از آن چند خطی از جستار خوراک اصفهان نوشته علی خدایی از مجله ناداستان شماره 6 به همراه بهار دلنشین با صدای استاد بنان. مش مریم دوید تو اتاقش. پیراهن نوع چیت گل منگولیش را پوشید. عین دختر بچه ها شده بود. تند چارقدش را عوض کرد. چارقد سفید سرش کرد. به صورت و ابروهاش دست کشید. لبخند زد. زیر لب گفت دارم میروم مهمانی. کاسه کوچولویی از توی یخچال برداشت. چادرش را انداخت سرش و رفت. تق تق بفرمایید تو مش مریم. مش مریم مثل بچه ها خجالت کشید و کم کم خزید توی اتاق. سلام. لبهاش سرخ شده بود از خجالت. نشست سر سفره. سرش را انداخت پایین. همه با تعجب نگاهش میکردند. مادر اشاره کرد که هیچی نگید زود ناراحت میشه. مش مریم کاسه‌اش را گذاشت جلوش. از توش دانه‌ای شامی درآورد، نصف کرد. گذاشت توی دهانش. اینا چیه که میخوری؟ مادر بشقاب و قاشق چنگال گذاشت جلوی مش مریم. توی بشقاب پلو ریخت. بفرما تعارف نکن. غذای خودتو بذار فردا نهار بخور. این چی داری میخوری؟ این همه غذای خوشمزه. چرا بذار واسه فردا نهار؟ نه اشتباه ندارم. شب نمیتونم خدا بخورم. یه شب طوری نمیشه. بیا. شما مهمانه. خب کردید اومدید پلو خورش دوست نداره. خب ماهی بخورید. خیلی خوشمزه شده. این میوان خیلی عالیه. شما این شامیای من میخورید؟ خیلی تمیز درست کردم. دستم پاک بود. ممنون. دستتون رو نکنید. از بخ مش مریم حرف نداره. نخوردیم. بکشینش کنار بشقابا. بخوریم. میخوریم. آشپزی خوبه. تو وقتی که آدم بوده ما مردم زنده بود هر وقت مهمان میومد خانه من از دست پنجم تعریف می‌کردم. از وقتی شوهرت زنده بود آدم من خوردم مش مریم. خیلی خوردم. بازخوانی ترانه محلی دختر قوچانی از آلبوم انار ساخته مارکتا ایرگلووا موزیسین چک رو میشنوید با صدای آیدا شاه قاسمی. در ادامه توصیفاتی از سفره سنتی میهمانی در طبقه متوسط ایرانی از کتاب مستطاب آشپزی روی قطعه‌ای ساخته حسین حمیدی. عجب ابرو عجب لب و عجب رو دختر قوچان عجب گیسو به سانه برگه بود دختر قوچانی عجب گیسو به سانه برگه بود دختر قوچان یه دونه انار دو دونه انار 300 دونه مرغابی پیش گفت بگو ای می باشه کار
یکی از فرآورده‌های خاص آشپزی ایرانی است و درست درآوردن آن نشانه سلیقه و هنر آشپز محسوب می شود و گاهی بر سر تقسیم آن سر سفره دعوا در می گیرد. ته‌دیگ را معمولاً در بشقاب جداگانه سر سفره می آورند. ته‌دیگی که درسته از دیگ درآید مانند ته‌دیگ پلوپز برقی ته‌دیگ قلفتی نامیده می شود. اما هر ته‌دیگی لازم نیست قلفتی باشد. کافی است که ته‌دیگ خرد نشود و به صورت ورقه‌هایی به اندازه کف دست یا بزرگتر درآید. برای جدا کردن ته‌دیگ از کف دیگ و جلوگیری از خرد شدن می توانیم چند بند انگشت آب سرد توی حوضچه ظرفشویی بریزیم و دیگ را چند دقیقه در آن بگذاریم. به این ترتیب پس از کشیدن برنج ته‌دیگ به آسانی از کف دیگ برداشته می شود. چلو یا پلوی دم کشیده و ته‌دیگ بسته را باید هر چه زودتر کشید و به سر سفره برد وگرنه پیر می شود. یعنی تازگی و طراوت خود را از دست می دهد و برعکس آدم پیر چندان ارج و قربی ندارد. آرایش خانه طبقه متوسط ایرانی بسیار ساده بود. چند قطعه فرش زیبا لب به لب کف اتاق را می پوشاند و چند بالش یا پشتی با دو شکچه یا بدون آن کنار دیوار قرار داشت. همین. روز مهمانی برای اهل خانه روز فرخنده‌ای به شما می رفت و از چند روز پیش به پیشباز آن می رفتند. دخترهای کدبانوی خانه و حتی بعضی از همسایه‌ها در تدارک غذاها به او کمک می‌کردند. حیاط خانه آب و جارو و اتاق‌ها مرتب می‌شد. در حیاط را برای ورود مهمان‌ها باز می‌گذاشتند. میزبان تا دم در به پیشباز مهمان‌ها می‌رفت و پس از سلام علیک در برابر آنها تعظیم می‌کرد و کلماتی از این قبیل بر زبان می‌آورد. خوش آمدید، صفا آوردید، سرافراز فرمودید. سپس آنها را به اتاق پذیرایی راهنمایی می‌کرد. سفره شام را در همان اتاق نشیمن یا در اتاق مجاور می‌انداختند. سفره چارگوش درازی بود از پارچه قلمکار یا کتان سفید که روی چرم یا مشمع گسترده می‌شد. وقتی که چیدن سفره کامل میشد، میزبان در حال ایستاده هر دو دست را بر سینه میگذاشت و میگفت بسم الله بفرمایید. مهمانان منتظر میماندند تا مسن‌ترین و محترمترین فرد از جای خود حرکت کند. سپس آهسته به طرف سفره میرفتند. هرگاه مهمانی سر سفره نمی آمد، این نشان میداد که به مناسبتی از میزبان گله‌مند است. ولی با آمدن به مجلس مهمانی گام خود را برای آشتی برداشته است و حالا منتظر است که میزبان از او دلجویی کند. یا اصولاً با میزبان میانه‌ای ندارد و حاضر نیست نان و نمک او را بخورد. همه 4 زانو یا 2 زانو جلوی بشقاب خود می نشستند، ولی دست به غذا نمی بردند تا مهمان ارشد غذای خود را بکشد.
در این فاصله همه با تحسین به ظرف‌های غذا و آرایش سفره نگاه می‌کردند. بعضی به به می‌گفتند و دیگران با حرکت سر تصدیق می‌کردند. هنگام دست بردن به غذا همه زیر لب بسم الله می‌گفتند و سپس غذای خود را در سکوت می‌خوردند.